اینو گوشش کنید. مصوبه جدید دولت همه افراد مجرد هر 6 ماه موظف به پرداخت جریمه نقدی هستند. طبق این قانون در صورت عدم پرداخت متخلفین ممکن است بازداشت شده و روانه زندان شوند. بر اساس میخوام بگم بی‌ناموس زنجنده تویی که این قانونو گذاشتی. اول از همه تو جوونا رو حمایت کن، هر جوونو 10 میلیارد وام بده بدون بهره و دراز مدت، مثلا 10 ساله 15 ساله، بعد ببین جوونا ازدواج میکنن یا نه. احمق، بی‌ناموس، نادان، بی‌سواد، قارنشین، کسکش، زنجنده. من مجرد تو خرج خودم موندم، کار میکنم از این دست، هنوز تو خونم پول نیومده، از این دست فرار میکنه میره. با این اوضاع چجوری میشه زن گرفت؟ بی شرف، خار کسه. ای زنتو گاییدم که این قانونو گذاشتی. مصوبه جدید دولت همه افراد